به مناسبت 20 ژوئن 2014 برابر با 30 خرداد 1393 روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، جهانیان باید زجرنامه هزاران زندانی سیاسی را در طول کل حاکمیت جمهوری اسلامی بشنوند و از حقایق هولناک حکومت آدمکش باخبر شوند. این صدای رسای ملت ماست که میتواند جهانیان را، میلیون‌ها انسان شریف و نودوست را در کنار ما قرار دهد تا خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی در همه جهان طنین انداز شود. اعدام‌های دست جمعی، یورش به بندهای زندانها، رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی، محروم کردن زندانیان از دارو و درمان و محکوم کردنشان به مرگ خاموش، دستگیری و شکنجه فعالان کارگری، دانشجویی، زنان و فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی، دستگیری و شکنجه همجنسگرایان، تهدید و ارعاب خانواده‌های زندانیان سیاسی بخش ثابت دستگاه سرکوب رژیم اسلامی در طول 35 سال اخیر بوده. مبارزان زندانیان سیاسی در سیاهچال‌های مخوف اوین و در رجای شهر و سایر زندان‌های جمهوری اسلامی مقاومتشان تحسین برانگیز است. این مبارزان شورانگیز شایسته وسیع‌ترین حمایت بین‌المللی هستند. هزاران زندانیان سیاسی و خانواده‌های مضطرب و نگرانشان منتظر همبستگی و اقدامات بین‌المللی ما هستند. به مناسبت 20 ژوئن 2014 جمع کوچک ما در شمالی ترین نقطه اروپا، هاشتاد، نروژ، یک بار دیگر همبستگی خود را با زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده‌هایشان اعلام می‌کند و از سازمان‌های جهانی می‌خواهد که رژیم جمهوری اسلامی را در جهت تعهد خواسته‌های زیر به طور سیستماتیک تحت فشار قرار دهند. 1. اعدام‌ها فوراً متوقف شود و هر نوع شکنجه تحت هر عنوانی پایان داده شود. زندانیان سیاسی محروم از درمان باید فوراً مورد درمان و مداوا قرار بگیرند. زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند. به اذیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی پایان داده شود. به تعقیب و دستگیری وکلای زندانیان پایان داده شود و امکان دستگیری زندانیان به وکیل در تمام طول دوره بازداشت و زندان بدون هیچ محدودیتی فراهم شود. جمهوری اسلامی برای بازدید هیئت‌های بی‌طرف جهانی از زندان‌ها تحت فشار قرار گیرد. با تشکر. 20 ژوئن 2014